حواست باشه دیگه شارژر فیک نخری، چون که ظاهرشون شبیه همه، ولی چجوری میخوای تشخیص بدی کدومشون اصلیه؟ علت سنگینی شارژرهای اصلی اینه که با خمیر سیلیکونی پر شدن و علت سنگینی شارژرهای فیک اینه که با فلز پر شدن. این یه شارژر فیکه که توش فلز قرار دادن. قطعه فلزی رو میبینین؟ اما این یه شارژر اصلیه. همونطور که میبینین هر دو طرفش خمیر سیلیکونی کار شده. اما کاربرد این خمیر سیلیکونی چیه؟ 4 تا مزیت داره. اولین مزیتش اینه که باعث میشه قطعات شارژر چفت و بست خوبی داشته باشن و محکم سر جاشون بمونن. دومین مزیتش اینه که به خاطر خاصیت کیسانی خمیر در برابر ضربه و سقوط از شارژر محافظت میکنه. و مزیت سومش چیه؟ خمیر سیلیکون از برد شارژر در برابر سرما و گرما محافظت میکنه. مزیت چهارم و آخر، قطعات الکترونیکی باید استانداردهای ساخت بالایی داشته باشن. خمیر سیلیکون باعث میشه که شارژر تا حد قابل قبولی ضد آب بشه و همینطور از اون در برابر آتش گرفتن محافظت میکنه. اگه تو هم میخوای این شارژر اصلی 25 وات سامسونگ رو داشته باشی، کلمه خمیر رو برامون کامنت کن.